با درود با یکی شما بینندگان گرامی، چون همیشه در صبح بر وقت شما عزیزان رو به تماشای نوید بامدادی دعوت میکنیم که خبرهای تاجیکستان و جهان رو به سهم شما میرسوند. امروز 16 اکتبر است و در آغاز از وضع باد و هوا میگوییم در پراگ برای امروز هوای بارانی پیش بینی شده است. انتظار میرود که گرمی 16 درجه رو تشکیل بدهد. در مسکو هوا ابری خواهد بود، گرمی همگی 8 درجه رو تشکیل خواهد داد و در دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی شده است. حرارت به 25 درجه می رسد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 از منتخب ژاپن با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی دور چهارم در گروه F 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 19,000 تماشابین برگزار شد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از شیوه بازی اعضای منتخب تاجیکستان و عملکرد سرمربی عثمان توشف تنقید کردند. یکی از کاربران فیسبوک نوشته است فوتبال در تاجیکستان نسبت به چند سال قبل یک کمی پیش رفته است، ولی دیگری گفته است اگر دسته مهارت خوب ندارد بازیگر 12 هم هیچ نقشه داشته نمیتواند. در جریان نیمه اول دیدار بازیگران هر دو دسته از فرصت خوبی گلزنی استفاده کردن نتوانستند، بخصوص مهمانان چندین وضعیت موافق را از دست دادند. در بعضی موردها مهارت بلندی دروازه‌بان منتخب تاجیکستان رستم یتیموف به فوتبالبازان ژاپنی امکان نداد که موفق شوند. نیمه دوم دیدار با هجوم‌های پیهم ژاپنی‌ها شروع شد و آنها در مدت 3 دقیقه 2 گل زدند. گل سوم در دقیقه 82 بعد دروازه میزبانان وارد شد. باید گفت این سومین بازی دسته‌های منتخب تاجیکستان و ژاپن به شمار می‌رفت. بازی‌های دور پنجم مسابقات در گروه F روز پنجشنبه 14 نوامبر برگزار می‌شوند. منتخب تاجیکستان در مهمانی مقابل دسته میانمار رقابت میکند. در بازی دیگر منتخب قرقیزستان در میدان خود با دسته ژاپن روبرو میشود. در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالبی گروه و 4 دسته نشان دادهشان خوبتر جای دوم به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا میکنند. اینچنین صاحب راهخطا به جام آسیا 2023 میشوند. کارمندان اجنسی ضد فساد روز 15 اکتبر در یک عملیات ویژه رهبری دستگاه حکومتی نویه مسجد محمد ایدیزاده را با گمان گرفتن رشوه بازداشت کردند. نزدیکان او میگویند نامرده همگی نیم سال پیش به این مقام تعیین شده دستی پاک داشت و این بازداشت ضمن تهمت انجام یافته است. اما یک منبع در اجنسی ضد فساد گفت محمد ایدیزاده بر پایه بیانات یک شهروند بازداشت شده است. در همین حال یک شاهد واقعه به رادیو زودی گفت عملیات کارمندان اجنسی ضد فساد با درشتی و زیاده روی جریان یافته. در آغاز آن چند نفر از کارمندان دستگاه و کارافتادگانی که به اداره حکومتی نوحیه آمده بودند بازداشت شدند. سپس بعد دستگیر شدن رهبر دستگاه دیگران رها گردیدند و ایدیزاده را در کارگاهش یک مدت بازپرسی کردند. وی در گرفتن پورت در حجم کلان متهم گشته بازداشت و به شهر خوجند انتقال یافته است، افزود مصاحبه رادیو زودی. نماینده اجنسی ضد فساد به شرط افشا نشدن نامش این خبر را تصدیق کرد و گفت در بازداشت محمد ایدیزاده 11 کارمند این نهاد اشتراک کردند، اما زیاده روی از جانب آنها صورت نگرفته است. نماینده اجنسی از بیان تفصیلات بیشتر خودداری نمود و همچنین نگفت که بازداشت شده به گرفتن چه مقدار رشوه گمان بر می شود. ولی شاهد واقعه بر رادیو زودی گفت گمان می رود محمد ایدیزاده هنگام گرفتن 25,000 سومانی پوره بازداشت شده است. این دومین مورد بازداشت منصبداران حکومت نویه مسجد در یک سال آخر می باشد. 3 ماه پیش مدیر شعبه رشد اجتماعی حکومت این ناحیه با گمان قلابی بازداشت شده بود. پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف سازمان‌های مخالفین در خارجه روز 15 اکتبر در بیانیه رسمی حلنامه دادگاه عالی را حیرت انگیز و غیر کنستیتوسیونی خوانده است. در بیانیه گفته شده است سود عالی با این قرارش ثابت کرد که تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اکستریمیستی دانستن گروه 24 و همچنین محکومیت محمد علی حید و دیگر رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، محکومیت اساسگذار حزب تاجیکستان نفت زید سعید و ادوکات بزرگمیر یوروف همه با انگیزه های سیاسی و بی اساس بودند. مسئولان پیمان ملی میگویند نه تنها این امکان برایشان داده نشد که با وکیل خود در مرافعی که پروندهش در آن محاکمه شده است اشتراک کنند، بلکه حتی پیش از قبول این قرار هیچ خبری درباره آن نداشت. بر همین اساس پیمان ملی بار دیگر لازم میداند تاکید کند که او جانبدار استواری مبارزه مسالمت‌آمیز دست به دست شدن قدرت، گوناگون
اندیشی، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و شفاف و بنیاد دولتی واقعا دموکراتی می باشد آمده است در این بیانیه. یادآور می شوم که دادگاه عالی تاجیکستان پیمان ملی تاجیکستان سازمان افراطگرا و تروریستی اعلام کرد. دادگاه روز 11 اکتبر با نشر بیانیه رسمی گفت عریضه دوستانی کل را درباره اتحاد تروریستی اکستریمیستی اعتراف کردن تشکیلات پیمان ملی تاجیکستان قانع کرده و از روز 15 اوگوست امسال فعالیت آن را در قلمرو کشور منع کرد. باید گفت که دادگاه عالی تاجیکستان تا به حال سبب افراطی و تروریستی اعلام کردن پیمان را شرح نداده است، اما در گذشته مقامات و رسانه‌های دولتی تاجیکستان بارها این پیمان را وارث حزبی در کشور منع شده نهضت اسلامی دانستند که فعالیتش از سال 2015 به این طرف ممنوع می باشد. 16 اکتبر پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ، نایب پرزیدنت این کشور مایک پنس، کاتب دولتی مایک پامپئو و مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین را به ترکیه فرستاده است تا از رهبر ترکیه رجب طیب اردوغان آتش بس را تقاضا کنند، ولی رهبر ترکیه میگوید هیچگاه فرمان آتش بس در شمال سوریه را صادر نخواهد کرد. پیش بینی می شود که امروز منصبداران بلندپایه امریکا با پرزیدنت ترکیه ملاقات کنند. 2 روز پیش از این سفر دونالد ترامپ بر ضد 3 منصبدار حکومت ترکیه تحریم جاری نموده تعرفه‌های پولاد ترکیه را بالا برداشت. چند روز این جانب ترکیه در شمال سوریه بر ضد کردهای محلی عملیات پیش میبرد. طبق اخبار رسیده 10,000 نفر مجبور شدند مکانهای زیست خود را ترک کنند. ترکیه میخواهد در مناطق مرزی سوریه برای خود یک کمربند امنیتی بنیاد نماید. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 15 اکتبر ابراز داشت که از 8 ایون تا 30 سپتامبر در حمله‌های مربوط به انتخابات پرزیدنتی افغانستان کمش 85 نفر کشته و 373 کس دیگر مجروح شدند. تنها در روز آوازدهی 28 فرد ملکی کشته، 249 نفر دیگر جراحت برداشتند. از یک کیسه قربانی‌ها کودکان میباشند. صرف نظر از شماره کلان تلفات، نیروهای امنیتی افغانستان روز انتخابات را موفقیت نامیدند، زیرا به گفته آنها طالبان کامیاب نشدند که انتخابات افغانستان را برهم زنند. دیروز در قرقیزستان محکمه پرزیدنت سابق این کشور المسبک اتنبایف آغاز یافت. اتنبایف 2 دفعه دعوت به اشتراک در مرافعه را رد کرد و دادگاه باید معین کند که هنگام رها نمودن یک جنایتکار معروف او قانون را پایمال کرده است یا نه. ماه اوگوست دادگاه رسما بر ضد اتنبایف 63 ساله اتهام اعلام کرد که یکی از آنها رهایی غیر قانونی جنایتکار معروف عزیز باتوکایف در سال 2013 می باشد. باتوکایف با چند جنایت وزنی از جمله کشتار منصبدار بلندپایه وزارت داخلی و دپوتات قرقیز مجرم دانسته شده است. سفیر امریکا در قزاقستان ویلیام موزر میگوید واشنگتن از حکومت قزاقستان به طور قاطع دعوت میکند که وضع حقوق انسان در این کشور آسیای مرکزی را بهبود بخشد. در ماه مارس رهبر سابقه‌دار قزاقستان نورسلطان نظربایف از مقامش استعفا داد، ولی هنوز همچون رهبر حزب حاکم نوراتند و رئیس شورای امنیت از نفوذ بزرگ برخوردار است. مخالفین، منقدان و حامیان حقوق بشر میگویند نظربایف با حقوق ازلی ساکنان زیاد این کشور احترام قائل نبود و با روندهای دموکراتی سوء استفاده میکرد. در ماه ایون قاسم جمعت توقیف پرزیدنت قزاقستان انتخاب شد. سفیر امریکا دعوت کرده است که پرزیدنت توقیف اصلاحات دموکراتی راه اندازی نموده وضع حقوق بشر را بهبود بخشد. نیروهای پاسداری صلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تمرین برادری شکست ناپذیر در آزمایشگاه حرب میدان تاجیکستان اشتراک خواهند کرد. تمرین از 21 تا 29 اکتبر امسال برگزار می شود. در این باره حوزه نظامی مرکزی روسیه خبر داده است. سازمان پیمان امنیت دست جمعی که زیر نظارت روسیه عمل می کند یک تشکیلات نظامی و سیاسی بوده. به عضویت آن ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان شامل می باشند. خدمات مطبوعاتی حوزه نظامی مرکزی روسیه گفت مسکو بر آزمایش بیش از 2000 نفر و زیاده از 600 تکنیک و اسلحه میفرستد. به قول منبع هدف اساسی تمرین تکمیل مهارت‌های عملی فرماندهان سپاد می بوده است. این تمرین زیر رهبری الکساندر لاپین فرمانده حوزه نظامی مرکزی روسیه میگذرد. پیمان امنیت دست جمعی سال 1992 در تاشکند امضا شده. سال 2000 به سازمان پیمان امنیت دست جمعی تغییر نام کرد.
و در پی کردکشی‌های اخیر میان جوانان ریاست امور داخلی تاجیکستان در دوشنبه زیر عنوان کرد یک عملیات ویژه دایر نموده است. به گفته این نهاد در نتیجه عملیات مذکور از جوانان پایتخت 6 عدد کرد پیدا و مصادره کرده شده است. از این بین 2 نفرشان خوانندگان صنف 11 بودند. همزمان گفته شده است که جزودان 2 خواننده صنف 11 را تفتیش کرده و از آن 2 عدد الکتروشوکر پیدا کرده شده است. ریاست کارهای داخلی میگوید از این عملیات برمیآید که نوبسته از شورابین‌های فهماندهی هنوز هم نابالغان و جوانان کرد و دیگر اشیاءهای به صفت سلاح سرد استفاده شونده را با خود می‌گردانند. از این خاطر از تمام والدین طلب شده است که فرزندان خود را پیوسته تحت نظارت جدی قرار بدهند. جایز به تاکید است که روز 8 اکتبر زن و زنی دانشجویان دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان در دوشنبه با مرگ یک نفر آنها انجام یافت. بنا به اطلاع رسمی دلمراد فوزیلوف 17 ساله از ضرب کرد در جای حادثه هلاک شده. در این کار همدرسش را عبیدالله قربانیف 18 ساله را گمانبر کردند. همچنین به قول مقامات انتظامی افتخار تولیف 19 ساله دانشجوی سال دوم دانشگاه اگراری شام 12 اکتبر در محله 103 پایتخت با 2 ساکن 20 ساله دوشنبه مناقشه کرده با کرد امیرجان بابایف را زخمی کرده است. نسبت به هر 3 جوان بر اساس ماده 237 با اتهام ابوشی پرونده جنایتی آغاز شده است. و اکنون از کار به اسرار خارجی برای امروز معلومات میدیم که از سوی بانک ملی به تبریز تعیین شده است. $1 9.69 درهم، 1 یورو 10.66 درهم است و 1000 روبل روسی برابر می باشد به 150.20 درهم. با سپاس از همراهی بینندگان عزیز و شما را در پخش‌های بعدی منتظر خواهیم بود. روزتان بخیر باشد.